و کفرین دون کفرین و باب درباره کفر پایانتر از کفر. یعنی هست در نصوص قرآن و سنت عملهایی که شریعت به آن کلمه کفر را اطلاق کرده است. کسی که فلان عمل را میکند او کافر است گفته است، یا اینکه فلان عمل کفر است گفته است. لیکن وحی کفر دون الکفر، یعنی پایانتر از آن کفری که متبادر به ذهن است. متبادر به ذهن یعنی چی؟ وقتی که کلمه کفر میشنوید، وقتی که کلمه کافر میشنوید، در حال به ذهن شما میاد که آدمی که از ملت اسلام بیرون برآمده است. لیکن هست عملهایی که شریعت آن را کفر نامیده است، لیکن وای کفر انسان را از ملت بیرون نمیبرارد. با این باب امام بخاری رد به کی میزنند؟ رد به خوارج میزنند. آنهایی که با عمل و با گناه کبیره یک انسان از دایره دینی مقدس اسلام بیرون میکنه، میگن کافر است. میگن برای چی؟ میگن برای آنکه فلان عمل را کرده یک گناه کبیره را سبب میکنن و به سبب ارتکاب گناه کبیره یک مسلمان از دایره اسلام بیرون میبرآوردن. و دلیل های آنها هم از قرآن و سنت است. تکیه به قرآن، تکیه به سنت میکنن، لیکن اون حدیث ها و اون آیت ها که در آن کلمه کفر اطلاق کرده شده است، مراد کفر دون کفر است. کفری که پایانتر از کفر حقیقی.